مرکز توزیع تذکره الکترونیکی زون سینما پامیر از سوی اداره ملی احصایه و معلومات در سال 1398 در ناحیه اول برای متقاعدین تأسیس شد و تا فعلا هم فعالیت داره. این مرکز در تشکیل خود 65 نفر کارمند داره. بخش جمع‌آوری معلومات است، بخش هماهنگی است، بخش تثبیت هویت است، بخش ثبت نام است و بخش توزیع تذکره الکترونیکی است. همه روزه کارمندا برای مراجعین خدمات ارائه می‌کنند. ما از بخش هماهنگی مرکز توزیع تذکره الکترونیکی زون سینمای پامیر به تماس شدیم. شما فردا بایومتریک دارین ساعت 8 بجه. ما روزانه به متقاضیان که زنگ میزنیم از ساعت 8 صبح تا تایم ختم در خدمت شهروندان هستیم و کوشش میکنیم که به صورت درست و به صورت کارا همراه از اونا همکاری داشته باشیم. د جدي په میاشت کې تقاعد مکتوب ماته راغلی، زه تقاعد شوی یم، اوس راغلی یم چې دغه برقي تذکره د تقاعد په خاطر زه واخلم. زه ډېر ښه احساس لرم، خوشحال یم نن ورځ چې ما الکترونیکي تذکره واخیسته. په داندې زه ډېر ویاړ کوم. ولا چې د کارمندانو برخورد ډېر بیروبار زیات دی، خو ډېره ښه وضعیت ورسره کوي، ښه جواب ورکوي. زمانی که به مراجعین زنگ زده میشه مشخص میشه به کدام ساعت باید مراجعه شود. ساعت مشخص شده در اینجا برنامه ریزی میشه. در اون ساعتی که مراجعه میکنه در اون ساعت بایومتریک میشه، ثبت نام میشه و کار تذکرهش تمام میشه. باز مشخص میشه که کدام روز بیاید تذکره خود بگیره. امروز که تذکره را گرفتم بسیار خوش هستم و خواهش دارم که کل مردم بیاید از این تذکره استفاده کنه، بگیره که آزاد در کار در هر جای آزاد بگردیم. ما والا تاریخ کمی آمدیم تا تذکره عصد کردیم، تماما از جدیدش گرفته تا کارمندا کلش پیش آمده خوب کتمو کرده، مراحت قانونی کتمو رفتار کرده. ما از کلش خوش هستیم. خدا کل گیرد مثل از دنیا ور توفیق بده که با دولت همه تو کار و همکاری کنه.